name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 10 English book, Unit 1, Lesson 1, page 1 and page 2. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به صنف جدید، خوش آمدین به درس جدید امروز ما و شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل اول، درس اول، صفحات 1 و 2. So, dear students, in today's lesson we will study 2 sections. شاگردان نهایت عزیز، ما و شما در درس امروز خود 2 بخش را میخوانیم. The first section is Introduction to Unit 1. اولین بخش معرفی فصل اول است. The second section is Introduction. دومین بخش معرفی است. شاگردان عزیز، امروز اولین روز است که ما و شما کتاب انگلیسی صنف دهم خدا آغاز میکنیم. امیدوار هستم که در طول از اینکه ما و شما تا کتاب خدا خلاص میکنیم و درس می داشته باشیم، صنف می داشته باشیم، همیشه وقت کارهای خانگیتان انجام بتین، سر وقت داخل صنف بیاین، در صنف مزاحمت نکنین دیگه. انشالله که یک صنف بسیار فرندلی، دوستانه می داشته باشیم، یک صنف بسیار خوب. درست؟ برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب، قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده کنین، بیرون کنین، بیاین که درس خدا شروع کنیم. Unit 1 فصل اول Countries and Nationalities، کشورها و ملیت‌ها. In this unit you're going to، در این فصل شما قرار است که know how people introduce themselves، بدانید مردم چگونه خود را معرفی می کنند. Learn the usage of proper adjectives، استفاده از صفتهای خاص را یاد بگیرید. Know the countries and nationalities، کشورها و ملیت‌ها را بشناسید. Improve your reading، خواندن خود را بهبود بخشید. Learn new words، کلمات جدید بیاموزید. خب، بخش بعدی Introduction، معرفی. Listen to your teacher while he is reading the following team introduction, then practice it with your partner. خب شاگرد عزیز، بخش معرفی است. گفته شده که به معلمتان گوش بدین زمانی که معرفی تیم، یعنی یک متن است که تیم خودم معرفی میکنه. استاد تا این را میخوانه، شما گوش کنین و بعدا شما چی کنین؟ پرکتیس، تمرین کنین همراه با کی؟ همراه پارتنرتان یا دوستتان. درست؟ من براتون میخوانم، شما دقت کنین، بعدا باز شما ایره حتما چی میکنین؟ تمرین میکنین. Good morning, I'm Nuruddin Hamidi. I'm a TV interviewer on Educational TV Network. We have a new program every week called Let's Know. صبح بخیر، من نورالدین حمیدی هستم. من مصاحبه کننده تلویزیونی در شبکه تلویزیون آموزشی هستم. ما هر هفته یک برنامه جدید به نام بیایید بدانیم داریم. You're going to see me a lot with this program and this book. First, let me tell you a little about myself. قرار است مرا با این کتاب در برنامه‌های بیشتر ببینید. ابتدا بگذارید کمی از خود برایتان بگویم. I'm 25 years old. I come from Nimroz. I graduated from Kabul University as a journalist. من 25 ساله و از نیمروز هستم. من از دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل فارغ شدم. Now let's، ببینین شاگرد عزیز، امی let's نیست، اشتباه شده در کتاب. Let، L-E-T. Now let me introduce 2 of the people in our team. This is our cameraman, شمس‌الدین شمس. حالا اجازه دهید 2 نفر از افراد تیم خود را معرفی کنم. این فیلم بردار ما شمس‌الدین شمس است. He comes from لوگر
He goes everywhere with us. We also have a driver, Farouk. He is from لغمان. او از لوگر است. او همه جا با ما می رود. یک راننده هم داریم به نام فاروق. او از لغمان است. He escorts us everywhere as well. شریف نور, who comes from مزار شریف, is our director. او همچنان ما را همه جا همراهی می کند. شریف نور که از مزار شریف می باشد کارگردان ما است. He produces the program and help us to manage the works. We have a lot of fun together. او برنامه را تولید و در مدیریت کارها به ما کمک می کند. ما با هم خیلی خوش می گذرانیم. I think you're going to enjoy our program and interesting things we do. فکر می کنم از برنامه ما و کارهای جالب که انجام می دهیم لذت خواهید برد. بسیار خوب شاگردان عزیز، یک متن بود که ما و شما خواندیم و یاد گرفتیم. در مورد چی بود؟ در مورد معرفی تیم بود. کی معرفی کرد شاگردان عزیز؟ حتما سوالات در اخیر درس ما داریم که از بین متن است، درست؟ اما چی بود؟ بسیار یک معرفی بود که کی نورالدین حمیدی اعضای تیم خود، کی کمره بردار بود، کی فیلم بردار بود، کی دایرکتر بود یا گرداننده بود. همین رقم چی کرد شاگردان عزیز؟ راننده خود بر ما شما معرفی کرد و یک گپ دیگر هم گفت که شما مرا در کتاب زیاد میبینین. حتما ما شما موضوعات داریم که رویش بحث خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، ببینین یک بار اگر کس مشکل داره، کدام جایی را نفهمیدین شاگردان عزیز، میتونین که سوال کنین. در غیر از او پیش بریم. یک بار بخوانین شاگردان عزیز، مرور کنین. یس، قادر بفرما، سوال داری؟ استاد همی دو خط آخر را دوباره معنا کنین. بسیار خوب. قادر میگه استاد می دو خط آخر بازم بر ما معنا کن. دقت کو قادر عزیز. He produces the program and help us to manage the works. We have a lot of fun together. دقت کو قادر عزیز میگه که او هدفش از کی است؟ قادر عزیز هدفش از دایرکتور یا گرداننده است. میگه که او برنامه رو چی میکنه؟ تولید میکنه و در مدیریت کارها چی میکنه؟ با ما کمک میکنه، درست؟ و دیگه چی گفته بود؟ گفته بود که ما با هم خیلی خوش میگذرانیم. We have a lot of fun together. یک خط دیگهش مونده، متوجه باش. I think you're going to enjoy our program and the interesting things we do. دقت کو قادر عزیز میگه که فکر میکنم از برنامه ما و کارهای جالبه که انجام میدهیم لذت خواهید برد. یعنی قبلا گفته بود که در این کتاب یعنی زیادتر مرا میبینین، برنامه‌های دیگه هم هست. خب چی گفته؟ گفته که از کارهای جالبه که ما انجام میدیم حتما شما لذت میبرین. امیدوار هستم قادر عزیز که سوالت حل شده باشه. خب انشالله که دیگه سوال فکر نکنم باشه. پیش بریم. اکتیویتی بعدی ببینین چی گفته شده شاگرد عزیز. In pairs کار جوری است شاگرد عزیز. Ask and answer the following questions. سوالات ذیل را بپرسید و جواب بدهید. سوال اول. What is Mr. Nuruddin's program called? نام پروگرام آقای حمیدی چی بود؟ Who is the producer of the program? گرداننده یا پرودیوسر یا در مجموع تولید کننده می برنامه کی بود؟ Who escorts Nuruddin everywhere he goes? کی همراهی میکرد نورالدین هر جایی که او میرفت؟ Where is Mr. Shams from? آقای شمس از کجا هستند؟ خب بیاین که جواب بدیم. What is Mr. Nuruddin's program called? نام برنامهش چی بود؟ Let's know. بیایید که بدانیم. دومش Who is the producer of the program? تولید کننده یا گرداننده پروگرام یا برنامه کی بود؟ شریف نور. شریف نور چی بود؟ پرودیوسر بود. سومش Who escorts Nuruddin everywhere he goes? کی همراهی میکرد نورالدین هر جای که میرفت؟ شمس. درست؟ شمس بود که هر جایی که میرفت همراهیشان میکرد. And the last question و آخرین سوال
Where is Mr. Shams from? آقای شمس از کجا است؟ He is from لوگر. آقای شمس از لوگر است. بسیار خوب شاگرد عزیز. سوالات بود که در نخست بر ما شما گفته بود که چی کنیم بعد از خواندن متن اینا را جواب بدیم. چه یک استاد دارین هم سوال برتان میگه هم جواب برتان میگه. جالب است نه؟ خب شاگردان نهایت عزیز این بود درس امروز ما و شما. خدا کند که درس امروز یاد گرفته باشین. بریم ما درس امروز خود یک جمع‌بندی کنیم. So, dear students, in today's lesson we have studied two sections. شاگردان نهایت عزیز ما و شما در درس امروز دو بخش را آموختیم. The first section was introduction to unit 1. اولین بخش را که ما و شما در درس امروز خواندیم و یاد گرفتیم بخش معرفی فصل اول بود. The second section was introduction. دومین بخش را که ما شما در درس امروز خواندیم و یاد گرفتیم بخش معرفی بود شاگردان عزیز. البته کی بود؟ آقای نورالدین حمیدی چی میکرد؟ تیم خود را معرفی کرد بر ما و شما. خب قلم کتابچه تان آماده شاگردان عزیز؟ کارهای خانگی را بریم به طرفش. homework کار خانگی. Write the introduction passage of page 2. Write the introduction passage of page 2. شاگردان نهایت عزیز این متن را که ما شما در مورد معرفی خواندیم که نورالدین حمیدی اعضای تیم خود معرفی میکرد متنش در کتابچه‌تان نوشته کنین. البته که در صفحه دوم کتابتان است. درست؟ خب شاگردان عزیز کارهای خانگیتان انجام بدین حتما میبینم. این بود درس امروز ما و شما شاگردان عزیز. خدا کنه که برتان مفید واقع شده باشه. تا درس آینده که باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یکتا و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.